صبح 4 آگوست دهها نفر از ساکنان پنجکن که باید توسط ازبکستان به روسیه سفر میکردند در نزد حکومت پنجکن جمع آمدند. آنها میگویند که در دست چپتای پرواز به روسیه از فرودگاه‌های ازبکستان را دارند، ولی از شب 3 آگوست به این طرف کسی را اجازت عبور از گذرگاه سرز در مرز پنجکن با ناحیه ارگوت ولایت سمرقند نمیدهند. در این باره خبرنگار آزیا پلوس در پنجکن خورشید فوزیلوف خبر داده است. مردم نوروزی گفتند که اگر از مرز گذشتن نتوانند چپته های خریدهشان میسوزد. بنا به گزارش آزیا پلوس، شهردار پنجکن عبدالخالق خالقزاده به نزد مردم نوروزی برآمده وعده داده است که برای حل مشکلی آنها تلاش خواهد کرد. قبلا درباره ایجاد چنین مشکل در راه عبور مرز ازبکستان در گذرگاه فاتح آباد نیز گزارش شده بود. این در حالی است که جانب ازبکستان در این اواخر کدام محدودیت نوی برای روی شهروندان ایجاد نکرده است. مرزبان‌های تاجیک دلیل منع عبور مرز را شرح ندادند، ولی گمان می‌رود که این میتواند به شروع تفتیش شکایت‌ها درباره از هر مسافر راهی روسیه از 500 تا 1000 سومانی حق گرفتن کارمندان مرزبانی و گمرک در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان با ازبکستان میباشد. از بس که نرخ چپته‌های پرواز از فرودگاه‌های تاجیکستان به روسیه خیلی بلند رفته، گاه حتی از $1000 هم میگذرد، بسیاری از ساکنان مجبور میشوند از طریق ازبکستان که نرخش نسبتاً ارزانتر است چپته بخرند. قبلا پایگاه خبری بامداد خبر داده بود که در گذرگاه‌های سرز، فاتح آباد و پخت آباد از هر نفری که توسط ازبکستان میخواهد به روسیه برود، مقامات گمرک و مرزبانی تاجیک تا 1000 سومانی پول طلب میکنند. کار افتادگان این پولکنی را با کنایه انداز خروج از بیش نام میبرند.